با سلام دوستان عزیز، امروز یه طلسم کاملا ابلیسی شیطانی براتون آوردم. طلسم رمز ابلیس و ملائکه جن برای جلب شوهر، همسر و یا معشوق. این طلسم رمز ابلیس، جلب مجرب این طلاسم. اگر کسی میخواد بنویسه باید روی کفن یا پارچه مخمل سفید با خودکار قرمز می نویسید این طلسم را. روزهای نحس باید این نویسید، شنبه، یک شنبه یا جمعه. این 3 روز وقت نوشتن این طلسم ابلیسی یک هستش. این طلسم را به این صورت کتابت میکنید. بذارید اول نشونتون بدم طلسم کامل. به این شکل کتابت میکنید. بعد این طلسم را 2 عدد ازش می نویسید. یکی را با دور روی پارچه سفید که نوشتید اینو با خودکار قرمز دورش یک پارچه قرمز قشنگ میپیچید. اینو که پیچیدین دورش میبرید اونو توی قبرستون. اونو که پارچه قرمز رو چیز کردین دورش پیچیدین، اینو توی قبرستون اونو دفنش میکنین توی قبرستون کهنه. بعد اون یکی هم که نوشتی عزیزان توی آب قاطی میکنید، توی آب مخلوطش میکنید، قشنگ حلش میکنید، توی آب میپاشید جلوی در مطلوب، نه در خودتون، در خونه مطلوب. به سرعت به برگ و باد در عرض 1 الی 3 روز کاملا مطیع مسخر شما میشه. دوستان عزیز، اون پارچه سفیدی که بهتون گفتم روش باید انجام بدید، اون پارچه سفید رو باید اول نجسش کنید. اول نجسش میکنید توی حالا دستشویی که هستش، توی اون آب میندازید تا نجس بشه. بعد خشکت میکنید، بعد روی اون انجام میدید. به هیچ وجه نه باطل میشه نه کسی میتونه باطلش کنه. طلسم من بسیار مجربه، هیچ کس هم این طلسم رو نداره. کلا من آذربایجان شرقی هم بهتون قول میدم توی ایران هیچ کس این کتاب رو نداره. بسیار طلسم مجرب قوی هستش. مواظب باشید افراد مبتدی انجام ندن. استادان گرامی گفتم پارچه باید اول نجس باشه، بعد روی اون انجام بدین اینا رو. ممنونم از همراهی.